تا حالا شده دلت بخواد یه چیز بگی اما صدات در نیاد؟ یه سوال باشه، یه دفاع، یه نظر ساده، ولی قلبت شروع کنه تون زدن، انگار جنگه. دستات خیس شه و عرق کنه، مغزت سفید بشه، صدات میلرزه. نترس، تو تنها نیستی. همه ما این لحظه رو تجربه کردیم، حتی اون آدمایی که جلوی 100 نفر با اعتماد به نفس حرف میزنن. خوش اومدی به یه ویدیوی دیگه از کانال الگوی برتر، جایی که برای یاد گرفتن، شروع کردن و ساختن بهترین نسخه خودته. هر هفته پنجشنبه ساعت 14 یه ویدیوی جدید و خفن داریم. اگه دنبال تغییر واقعی توی ذهن و رفتارت هستی، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و لایک یادت نره. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ یکی از اصلی ترین مهارت زندگی، چطور بدون ترس جلوی جمع حرف بزنیم. و باور کن قراره تا آخر این ویدیو یه ذهنیت جدید پیدا کنی. مغز ما برای بقا ساخته شده، نه برای درخشیدن توی سالن کنفرانس. وقتی جلوی جمع قرار میگیری، مغزت فکر میکنه الان وقت خطره، نه به خاطر چیزی که میخوای بگی، بلکه چون ممکنه قضاوت بشی، رد بشی، طرد بشی. تو ذهن ناخودآگاه این مساویه با مرگه. پس چی میشه؟ قلبت تون میزنه، گلوت خشک میشه، حافظت هم قفل میکنه. ولی این یعنی تو مشکل نداری، این یعنی مغزت داره ازت محافظت میکنه. درک کن این واکنش طبیعیه، باهاش نجنگ، فقط راه مهارش رو یاد بگیر. 2. اعتماد به نفس یه مهارته، نه یه ویژگی ژنتیکی. وقتی بارها تمرین کردی، حرف زدن میره توی حافظه عضلانی، درست مثل رانندگی. وقتی بارها تمرین کردی، حرف زدن میره تو عضله‌ها. تمرین 1. ایده‌تو مشخص کن. 2. بهش ساختار بده، شروع، بدن، پایان. 3. با صدای بلند تمرینش کن، جلوی آینه، ضبط صدا یا حتی دوربین گوشی. هیچ کس تو دفعه اول عالی نیست، اما تکرار معجزه میکنه. 3. فکر نکن باید ادای سخنران‌ها رو در بیاری. آدم‌ها با اون چیزی ارتباط میگیرن که واقعیه. اگه صدات لرزید ادامه بده. اگه یک کلمه یادت رفت نفس بگیر و بگو بذار اول بگم. همین باعث اعتماد میشه، نه ظاهر بی‌نقص. استیو جابز توی اولین سخنرانیش لکنت داشت ولی ادامه داد. الان چی؟ سخنرانی جزو افسانه هاست. 4. 70% پیام ما از طریق بدن منتقل میشه، نه کلمات. نکته طلایی: 1. صاف وایسا. 2. شونه‌هات آزاد کن. 3. دستاتو باز نگه دار، نه بسته. با یه نفر تماس چشمی بگیر، نه با همه همزمان. پس صدای مطمئن، مغز مطمئن، بدن مطمئن. 5. نگو من برای سخنرانی ساخته نشدم. هیچ کس ساخته نشده، ما ساخته میشیم با تمرین. از جمع‌های کوچیک شروع کن، یه نظر توی جمع دوستان، یه سوال توی کلاس، یه توضیح توی خانواده. هر بار یه قدم، ذره ذره ذهن شرطی میشه که این تجربه خطرناک نیست. 6. تمرین اختصاصی مخصوص کانال الگوی برتر. تمرین امروز: یه موضوع ساده انتخاب کن، مثل چرا چای بهتر از قهوه است؟ چرا شب زنده‌داری بده؟ چرا تو باید روزتو زودتر شروع کنی؟ جلوی آینه 1 دقیقه با صدای بلند حرف بزن. روز اول ضعیف، فقط انجامش بده. بعد از یه هفته خودت از تغییرت تعجب میکنی. دعوت به تعامل: پس مغزت از صحبت کردن توی جمع میترسه، چون فکر میکنه خطره. 2. ولی تو میتونی با تمرین آمادگی و خودآگاهی بودنت این ترس رو شکست بدی. هیچ کس کامل شروع نکرده. حالا بگو تو کامنت ها، بنویس بزرگترین ترست توی حرف زدن جلوی جمع چیه؟ اگه این ویدیو کمکت کرد لایک کن، ذخیره کن، بفرست برای اون دوستت که همیشه میگه من نمیتونم توی جمع صحبت کنم. یادت نره ویدیوی هفته بعد درباره چرا مغزت نمیذاره موفق شی، یه ویدیوی فوق‌العاده‌ای که نمیخوای از دستش بدی. اینجا الگوی برتره، بیا با هم نسخه قوی‌تر خودمون رو بسازیم.